نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعداً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما پدران عزیز، برادران مهربان، و این روز جمعه که بهتر از عید رمضان و بهتر از عید قربان است، شما را تبریک و تهنیت میگویم و یک جایه با شما دعا میکنیم: اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. خداوندا، عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی و خدایا دمی آخر این جمعیت ما را دمی راحت بگردانی. حالتی که این امانت، این جان از بدن ما جدا می شود، خدایا در زبان ما کلمه شهادت و طیبه را رانده بگردان و خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردان. بیماری های این جمعیت ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. در سفر بودگی فرزندهای این قوم جمع ما را، این شهر ما را خدایا صحت و سلامت نگه بدار و به خاندان برسان و جمهوری ما را خدای مهربان آرام نگه بدار. یکدیگر فهمی را در بین تمام مردم تاجیکستان رهبر بگردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین ما و شما با سوال و با جوابها جمعه خدا گذرانیدیم و وعده دادیم که از بس که بسیاری از برادرهای ما در باب حقوق شوهر و حقوق زن از ما سوال کرده بودند و به شما وعده کردیم که در این باب با شما یک صحبتی میکنیم و الحمدلله که این زمان و این ساعت بالای ما و شما دست یافت و خدا خواسته باشد امروز از حقوق زنها بالای مردها که چه حقوق دارند انشاءالله صحبت میکنیم. البته ناگفته نماند که چگونه ای که پدر و مادر بالای فرزندها حق دارند، این چنین در اسلام فرزندها هم بالای پدر و مادر حق دارند. از بس که ما و شما از حقهای پدر و مادر صحبت داشتیم، لیکن از حقوق فرزندها بالای پدر و مادر صحبت نداشتیم. لیکن خدا خواسته باشد و اگر عمر باقی باشد در این موضوع ها هم با شما البته صحبت میکنیم که فرزندها بالای پدر و مادر چه حقها دارند و این چنین در اسلام چگونه ای که شوهر بالای زن حقوقها دارد، این چنین زنها هم بالای مردها حقها دارند. پیش از آنه که این صحبت را بهر شما آغاز کنم،
اولا میخواهم از زمانهای پیش از اسلام، زمانهایی که پیغمبر ما و شما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مبعوث به پیغمبری نشده بودند، آیا زنها در اون زمان چه حقها داشتند؟ آیا در دنیا تا زمان اسلام آمدن نسبت زنها چی معامله کرده می شد؟ من می خواهم کمی از تاریخ با شما صحبت کنم. اولا میگذاریم به یونان، دولت یونان که یکی از دولت‌های خیلی قدیمینه هست و بسیار آدم‌های دانشمند هم از داخل خود خارج کردگی برآوردگی هست، مثل افلاطون و مثل سقراط. در زمانهای یونان قدیم یعنی زنها چه حق داشتند؟ من چند اقتباس، اگرچنده که زنها در اون زمان هیچ قدر و قیمت نداشتند، برای آنه که فهم شما کامل شود، برای آنه که مادرهای ما و شما، خواهرهای ما و شما به قدر اسلام برسند، چند اقتباس از تاریخ، از زمانهای پیش از اسلام و پیش از محمد صلی الله علیه و سلم بهر شما مثال میارم. البته اگر معلم های تاریخ باشند یا کسانی که در نزدشان همین تاریخ هایی که نام میگیریم اگر وجود داشته باشند، می توانند که با این تاریخ ها مراجعت کنند. در این تاریخ ها این سخن هایی که الحال من میارم البته درج شدگی هستند. در یونان میگوید وقتی که اگر زن جنایت میکرد، مثل جنایت به شوهر گپی بلند میگفت یا زن را یا شوهر را به احترامی میکرد، در حال حکومت یونان چنان قانون داشت که شوهر این حالت میتواند که مثل گاو یا گوسفند همان زن به قتل برساند. وقتی که اگر زن نافرمانی میکرد یا اینکه بی حرمتی میکرد، در حال مرد میتوانید شوهر او که او را به هلاکت برساند و حکومت یونان بالای این شوهر هیچ محاکمه نمی کرد و شوهر را هم به دادگاه نمی کشیدند، به محکمه نمی بردند، زیرا که شوهر این حق داشت. دیگر حقوق پایمال شده زنها در اون زمان چی بود؟ میگوید زنها حق خرید و فروش نداشتند، یعنی زن هیچگاه نمیتوانست که با پولی در دستش داشته به دکان رود یا به بازار رود یا برای خود چیزی خرید کند. این ده هم حکومت یونان به اونها حق نداده بود و حتی فروختم، یعنی چیزی که از مال دنیا می داشت وی را فروختن ده هم حق نداشت. وقتی که شوهر از دنیا می گذشت، حال زن چگونه می شد؟ وقتی شوهر از دنیا می گذشت، این زن باید و شاید دوست شوهر خود باید می گرفت، نوابسته که وی پیر است، وی جوان است، وی مالدار است، وی خانه دارد ندارد، اینها هیچ اعتبار نبود. فقط قانون همین بود که شوهر که از دنیا گذشت، زن باید که چیکار کند؟ دوست شوهرش را در نکاح خود باید که درآورد. این دیگر قاعده در دولت یونان بود. و دیگر قانونی که در یونان نسبت زنها حکم فرما بود، این که چگونه ای که ذکر کردم افلاطون و سقراط که یکی از دانشمندهای یونانی بودند، حکم برآوردن که اگر مرد با سبب زندگی قرضدار شود
می تواند که در عوض قرض زن خود به همون آدم پولدار دهد. یعنی در عوض قرض می توانست است که مرد زن خود چکار کند؟ به همان مرد پولدار، از همان مردی که قرضدار است به او تسلیمش کند. این هم افلاطون و سقراط در زمان خود حکم بر این کردند. بدبخترین زنها میگوید تاریخ در یونان قدیم زنی بود که فرزند نمیزایید. اگر یعنی زنی که نازا باشد، این زن یکی از بدبخترین های زنها در بین دیگر زنها به شمار می رفت. دیگر پایمال حقوق زنها این بود که وقتی که اگر زن پیر می شد، یعنی به سن 50 و به 60 می رسید، مرد حقوق داشت که از دست زن پیرانسال گیرد، او را از خانه پیش کند. دیگر وای حقوق نداشت که به این خانه ای که 20 سال و 30 سال و 40 سال و 50 سال با این مرد زندگی داشت، به این خانه باز رجوع کند. وای دیگر حقی در این خانه زندگی کردن نداشت. دیگر حقوق پایمال شده زنها پیش از اسلام در یونان قدیم این چی بود؟ این بود که زن از شوهر میراث نمی برد. یعنی امروز اگر مردها از دنیا گذرند و مال و ملکی که باقی میمانند، همان زن و همان فرزندهای زن از این شوهر میراث میبرند. لکن زنهای یونان قدیم پیش از اسلام این حقوق را تاریخ میگوید که نداشتند. این در یونان قدیم بود. بغیر این عقیده مردم دانشمندهای یونان این بود که زن فقط برای فرزند است و خلاص. یعنی از زن فقط گرفتن همان طول است، همان فرزند است و بس، و دیگر در هیچ معامله کاری نمی آید مگر فرزند او برای همان دیار و برای همان زمان عزیز بود و خلاص. خود زن دیگر هیچ قدر و قیمت نداشت. میگذاریم به دولت استرالیا. میگیم ما و شما در دولت استرالیا تاریخ میگوید زمانهای پیش از اسلام چی بود؟ از همه بدبختیش همین بود که اگر کمی میگوید قحطی می آمد، اگر کمی نارسایی اگر در گوشت پیدا می شد، زنها را همچون حیوان استفاده می بردن و گوشت او را مردم همچون گوشت گاو و همچون گوشت گوسفند می خوردن. این در دولت استرالیا بود. این تاریخ میگوید، دنیا تاریخ است، در همون تاریخ بیان میکند. دیگر قاعده بیرحمی و بی انصافی که پیش از اسلام در همین استرالیا وجود داشت این بود که شوهر وقتی از کار می آمد، آن چیزی که از طعام در خانه وجود داشت پیش شوهر می آوردن. شوهر طعام ها را می خورد، باقی مانده ای که از او می ماند همون باقی مانده حق زن بود. یعنی زن با همراهی شوهر در یک دسترخوان نشستن جنایت بود. هیچگاه حقوق و قانون همان زمان اجازت نمیداد که زن همراه شوهر در یک دسترخوان طعام خورند، بلکه شوهر خورد تمام کرد باقی مانده او را بعد می تواند که زنها استفاده کنند. و دیگر قانون جنگلی و بدبختانه ای که پیش از اسلام در استرالیا بود این بود که زن با فرزند خود در یک خانه نشستن حق نداشت یا نمی توانست که فرزند خود نوازش کند. این ده هم دولت همان زمان به زنها حقوق دادگی نبود. دولت روم، دولت عربی که از بین آنها این آفتاب تابان برآمد و دنیا را روشن کرد. در دولت عرب
چگونه معامله نسبت زنها وجود داشت. از همه بدبختتر، از همه زیشتر، از همه بدتر تاریخ دوره جاهلیت عرب هاست. میگوید در دولت عرب ها، پیش از آنکه دولت عرب ها را برای شما بیان کنم، میخواهم از دوره های زردشتم به شما بیان کنم. زردشتی که دعوای پیغمبری دارد و یک کتاب دارد به نام اوستا. امروزها شاید که ما و شما از زبان بعض شخصیت ها میشنویم که کتاب مقدس اوستا میگویند. آیا این کتاب مقدس اوستا تا چه اندازه مقدس است؟ من برای شما از همین دین زردشت، از همین کتاب اوستا یک اقتباس آوردم، میخواهم همونه برای شما گفته دهم. در دوره ساسانی زردشت که اینا میگد پروفسور کریستین بارتیلما گفتگی که در کتاب ملا مستضعف قراتگینی که یک کتاب الحال وی تبدیل داده است، از ایران و اسلام و از مرتضای مطهری که خیلی سندهای مستحکمی دارد، برای ما و شما خبر میدهد که زن در دین زردشت به حیث شخصیت شناخته نمی شود. یعنی وی شخص نیست، وی انسان نیست، بلکه وی به حیث چیز شناخته می شود. یعنی مثل چیزی که در دست ما و شماست، دنیایی چیزایی که داریم که کسی را خواهیم میتیم و از کسی خواهیم میگیریم، انا زن در دین زردشت میگوید انا همین حقوق داشت. یعنی حیث چیز بود، حیث شخصیت شناخته نمیشد. و دیگر بدبختی که در همین کتاب اوستا نسبت زن هاست همین است که اگر زنی که حیض باشد میگوید، یا زنی که در نفاس باشد، یعنی بعد کودک تولد کردن، اگر همون شوهری همون مبادای یا سهوان یا مثال نافهمیده یا که قصدن اگر دست همون زن حیض یکی دارد یا دستش در بدن او رسد، در گردن مرد غسل جنابت فرض می شود. این در کتاب همون مقدس اوستایی که بعضی از برادران ما و شما وی مقدس شماریدن. و دیگر مسئله های درشت در این دین زردشت و در این کتاب اوستا موجود است که در کتاب اوستا آب، خاک، آتش، اینها خیلی چیزهای مقدسی هستند. حتی همین زردشت گفته بود است که من در آسمان دوم وقتی برآمدم یک گروه دوزخیان دیدم. وقتی پرسیدم که اینها به سبب چی دوزخی شدند، گویا که خداوند به زردشت گفته باشد که اینها به آب گرم آبازی کردن، غسل کردن، از این خاطر اینها دوزخی شدند. در دین زردشت به آب گرم یا به آب غسل کردن، آبازی کردن سبب دوزخی شدن انسان میگردد. آب چیزی مقدسی هست که فقط برای خوردن و برای درختها را آب دادن استفاده بردن در کار خلاص، دیگر در هیچ در آبازی کردن فقط بول گاو، میزک گاو تازه کننده بود است. این از عقیده زردشت، این از عقیده اوستا که امروز میخواهند که همین دینه که ما و شما به سبب این وقت ما کسی میگوید دین ما پیشین زردشت بود، باور کن باید عیب شرم است که ما همین دین باید که به زبان ما نرانیم. این یک عیب، یک شرمی بود که خداوند پیشینی های ما و شما را در این دین نگاه داشت. چه یک بدبختی بود. در همین دین زردشت خدا در قرآن چی میگوید؟ میگوید ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم الا ما قد سلف انه كان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا. بین خداوند میگوید ولا تنكحوا ما نکح آباؤکم. خدا میگوید که ای بندگان خدا، شما نکاح نکنید آن زنهای را که در نکاح پدر شما بودند.
یعنی با مادرهای خود نکاح نکنید. الا ما قد سلف، مگر این که در دوره های جاهلیت خدا میگوید وقتی که اگر پدر از دنیا میگذشت یا پدر اگر زنی خودت طلاق میداد، فرزند او این مادر را نکاح کرده میگرفت. خدا همین یادآور میکند ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. از اون زنهایی که پدرهای شما اونها را نکاح کرده گرفتن، اونها را شما دیگر حق ندارین گرفتنده. این چی کاری زشت است؟ خدا میگه این چی کاری بد است. متاسفانه در دین زردشت در کتاب اوستا اجازت است که انسان مادری خود در نکاح درآورد. این کتاب است، در دست ماست کتاب، این هوایی نیست. حتی زردشت گفته است اگر کسی گفته است مادری خود در نکاح می درآورد یا خواهر و اپی خود در نکاح می درآورد، چه گناه کبیره ای که کند خدا را می بخشد. این از عقیده اوستا. خدا یادآور می شود الا ما قد سلف گذشته، مگر آن گذشتگان این کار زشت برای خود روا دیدن کردند. شما ای بندگان من امروز که به نعمت اسلام شرف شدید، این عمل را نکنید که این عمل زشت است و بد است و ناخوب است. در عرب چگونه که ذکر کردیم چه تاریخ بدبختانه داشتند، چه تاریخ ناخوب داشتند، چه زمانی بینهایت بد را از سر خود سپری کردند. از همه بدبختیش در همین است. من همگی دو اعمال بدی آنها را برای شما یادآور می شوم که زنها در زمان پیش از اسلام در عربستان در مکانی که پیغمبری خدا تولد شدند چگونه معامله می کردند. یکم خدا در قرآن می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به الا ان يمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. صدق الله العظیم. خداوند از زمان جاهلیت عرب یادآور می شود به ما و شما. خداوند می گوید هر وقتایی که به اینها مژده تولد دختر داده می شد، یعنی می گفتن که ای برادر در خانه تو دختر تولد شد، اذا بشر احدهم بالانثى، انثى گفته همون دختر می گوید. خدا می گوید وقتی که به اینها خبر داده می شد که در خانه تو دختر تولد شد، ظل وجهه مسودا، خدا می گوید در حال چهره این مرد سیاه می شد و هو کظیم، و چنان غضبناک می شد، چنان غضبناک می شد و چنان چهره وی سیاه می شد از شنیدن مژده‌ای که در خانه تو دختر تولد شد. یتورا من القوم من سوء ما بشر به. خدا چی میگوید؟ میگوید که این مرد وقتی که در خانه اش دختر که تولد میشد، در حال از قوم رو میگردانید، پشت میگردانید، در بین مردها دیگر خودم مرد گفتن نمیتوانست از ننگ و از ناموس و از این کاری که در خانه او پیدا شده است. ایمسکه علی هون، خدا در دوام آیت میگوید او یدسه فی التراب. خدا میگوید که این مرد در خیال خود چی میگذرانید؟ میگفت که یا با این ننگ یا با این بیقدری در بین مردم روز میگذرانم، او یدسه فی التراب، یا اینکه این دختر باید من زنده به زنده باید در گور جا کنم.
الا ساء ما یحکمون. خداوند چی میگوید؟ میگوید چه حکمی ناخوب کردن، چه حکمی زشت را در بین خود روا دیدن این مردم عرب. الا ساء ما یحکمون. این آیت دلالت بر این میکند که دوره های جاهلیت عرب پیش از آمدن پیغمبری خدا نسبت زنها این معامله را روا می دیدن که اول با پیدا شدن دختر، با تولد شدن دختر در خانه چی غم و دقت، چی مصیبت در اون خاندان پیدا می شد و این مرد به نهایت به قدرترین مرد در بین همه مردها به شمار می رفت و باید که چیکار میکرد؟ باید که این دختر را میگرفت، چه در حالت نوتولدی یا اگر کمی او را تربیه میکرد به 3 ساله و 4 ساله میرسانید، برده یا در چاه میپرتافت یا در گور و زنده به زنده گور میکرد. این خداوند در قرآن برای ما و شما حکایت کرده ایستاده است. از این خاطر هم اگر نظر کنیم در سوره تکویر پاره 30 از قرآن آیت 8 و 9 از او خدا چی میگوید؟ و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت. خداوند در روز قیامت از این ظالم ها، از این بدبختانی که در دوره جاهلیت فرزندهای خود زنده به زنده برده در گورها جا کردن، از اینها نه. خدا میگه و اذا الموعودة سئلت. من از این طفل میپرسم، از این طفلی که 3 سال و 4 سال، یعنی وقتی که وی یک دوسترویک است، وقتی که وی محتاج نوازش است، محتاج دوستی است، در همین زمان وقتی که او را برده زنده به زنده این عربهای جاهل وقتی در گور جا کردن، من از اینها میپرسم. چی میپرسم؟ به ای ذنب قتلت. ای دخترک، این پدر ظالمی تو برای چی تو را قتل کرد؟ من همین سوال از این کودک ها، از این جوان دخترها پرسان میکنم. قیس ابن عاصم در تفسیر ابن کثیر در همین آیه و اذا الموعودة سئلت در تفسیر همین چی میگوید؟ میگوید من بار نزد پیغمبر آمدم، بار نزد پیغمبر آمدم و با او شکایت کردم ای پیغمبری خدا، من قیس ابن عاصم هستم، من با اسلام مشرف شدم، لکن در دوره جاهلیت 13 دختری خود را به دست خود در گور زنده به زنده جا کردم. ای پیغمبری خدا، حکم اسلام بالای من چی هست؟ پیغمبری خدا گفتند، رفته گفت چند غلام آزاد کن، در هر سری این دختری که تو زنده به زنده گراندی، در سری هر کدام این یک غلام را آزاد کن. قیس ابن عاصم گشته گفتن پیغمبری خدا من اشتر زیاد دارم. رسول اکرم گفتن مادام اشتر زیاد داشته باشی، سر هر یک فرزندی که تو به قتل رسانیدی قربانی کن. و خداوند به حرمت این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله که تو اظهار کردی، خداوند گناههای جاهلیت تو را می بخشد. سعسعه هم که در تفهیم القرآن ابو اعلای مودودی در تفسیر همین سوره، در تفسیر همین آیت که پدر یکی از شاعرهای خیلی مشهور عرب بود، سعسعه، نزد پیغمبر آمدم و گفتم ای پیغمبری خدا، من در دوره های جاهلیت نگذاشتم که 360 دختر محله ما را زنده به زنده برده در گور جا کنند. وقتی پدر و مادر او اراده میکردند که این دختر را برده در گور زنده به زنده جا کنند، من از جانب هر فرزند اونها 2 اشتر میدادم تا که اون دختر را به وایه برسانند. پیغمبری خدا، آیا اجر من
ثواب من چی هست؟ پیغمبر گفتن همین اسلامی که تو مشرف شدی انا همین اجری همان دوره جاهلیتی تو هست، همین اجری همونی است که تو این 360 دختر در سبب شدی و اونها را زنده به زنده در گور جار نکرده. این گونه قصه های از دوره های جاهلیت پیغمبر بهر ما و شما آمدگی هست. حتی من برای شما میخواهم برای آنی که شما باوری کامل حاصل کنین که هر یک سخنی که من بهر شما خبر میدهم از کتابهای معتبر هستند و همه اینها سندهای قوی دارند، سندهای ضعیف ندارند، تا که فهم شما زیاد شود، تا که مادرها و خواهرای ما با قدر این اسلام عزیز برسند که از آمدن اسلام، از قدوم اسلام، از قدوم پیغمبری خدا چه دهیه کلبی در زمان پیغمبری خدا حیات به سر می برد. میگوید 60 سال حیات خود دهیه کلبی در کفر گذرانیدگی بود و پادشاهی را هم به عهده داشت. 700 نفر، صاحب درة الناصحین میگوید 700 نفر میگوید از اولادهای پیغمبر خیش قومیتش در زیر دست همین دهیه کلبی کار میکردن، روز به سر میبردن. پیغمبر خدا دائم دعا میکرد پروردگارا دهیه کلبی را به اسلام مشرف گردان. چگونه یک پیغمبر در حق عمر و در حق ابو جهل دعا کرده بود که خدایا به یکی از اینها اسلام را مشرف گردان که اینها خیلی نفوذ کلان داشتند در مکه مکرمه و خداوند عمر را به اسلام مشرف گردانید. این چنین پیغمبر در حق دهیه کلبی دعا میکرد خدایا دهیه کلبی چه آبروی کلان دارد، چه مردم زیاد در زیر دست دارد، خدایا همین دهیه کلبی را به اسلام مشرف گردان. دعای پیغمبری خدا مثل تیری در هدف می رسیدگی دعای پیغمبر قبول شد. روز همین دهیه کلبی خواست که نزد پیغمبری خدا بیاید و اسلام را عرضه کند. در حال جبرائیل پیک رحمان نزد پیغمبری خدا آمد، گفت محمد خداوند به تو سلام میفرستد، بعد سلام به تو یک بشارت میدهد که دعای تو قبول شد، در دل دهیه کلبی نور ایمان جوش زده ایستاده است، این زمان یا زمان دیگر در مسجد تو حاضر می شود. پیغمبر خدا از شنیدن یک نفر مسلمان چه خوشنودی او را فرا گرفت. حضرت میگوید از جای خود خیستند، نگاه کردند که دهیه کلبی با آب چشم با قدمهای کلان کلان به سوی مسجد حرکت دارد. رسول اکرم وقتی نزد دروازه که دهیه کلبی رسید درها چادر مبارک از بالای سر گرفتند و نزد دروازه مسجد پهن کردند و گفتند خوش آمدی دهیه کلبی، به مسجد مسلمان ها مرحمت، نور دیده تاج سر حضرت دهیه کلبی. در حال اون چادر پیغمبری خدا را گرفتند و در دیده های خود میگم مالیدن و بوسه کردند و گفتند ای پیغمبری خدا در دل من نور اسلام جوش میزند، دین اسلام جوش میزند، میخواهم که کلمه شهادت، کلمه طیبه را برای من عرضه کنی. پیغمبر خدا گفتند بگو ای دهیه کلبی لا اله الا الله محمد رسول الله. دهیه کلبی که وجود پر از ایمان بود با سوز و گداز لا اله الا الله محمد رسول الله را بیان کرد. رسول اکرم را در آغوش گرفتند. دهیه کلبی میگه چنان گریه میکرد که هیچ گریه او را دیگر کسی پیش گریه او را گرفتن نمیتوانست. رسول اکرم گفتند آیا برای چی گریه میکنی ای دهیه کلبی؟ گفتند ای پیغمبری خدا
من 60 سال حیات خود در جاهلیت گذرانیدگی هستم و من زنهای زیاد داشتم و از این زنهای من دخترهای زیاد تولد شده است. از این دخترهای زیاد قریب 70 تای او را خود به دست خود من زنده به گور کردگی هستم. ای پیغمبری خدا، حال من در قیامت چی می شود؟ از خدای خود بپرس، اگر اجازت دهد من راضی هستم که خودم را به دست خودم قتل کنم و اگر خداوند رخصت دهد من تمام مال و ملکی که دارم همه اون در راه خدا خیر و احسان میکنم تا که از این گناهی من خدای مهربان گذر کند. رسول اکرم میگوید گریان شدن، در حیرت افتادن. این چی جهل بود، این چی جاهلیتی بود که این مردم فرا گرفته بود. رسول اکرم در حال از جبرائیل امین پرسان کردند. جبرائیل پیک رحمان میگوید یک زمان ناپدید شد و گشته آمد، گفت ای پیغمبری خدا، به دهیه کلبی خبر بده، به دهیه کلبی خبر بده که وقتی که وی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را با زبان خود راند، آن گناهایی که در دوره جاهلیت کرده بود همگی را خدا مغفرت کرد. رسول اکرم خرسند شدند و این بشارت را به دهیه کلبی گفتند و به سوی اصحاب گشته گفتند خوش به حال ما و شما که چنان خدای داریم که با یک کلمه گناه و پلیدی ها و جاهلیت 60 ساله دهیه کلبی را بخشید. هر روز ما و شما چند مراتبه کلمه شهادت میگوییم، چند مراتبه تسبیح خدا میگوییم. خوش به حال ما و شما که خدا ما و شما را میبخشد. پیغمبر اینو به اهل اصحاب خبر داد. بین این حکایه ها، این تعریخ ها گواهی آن هستند که در اصل تا زمان اسلام، تا زمان آمدن پیغمبر، چی جهل و چی نافهمی ها دنیا را فرا گرفته بود. زن، دختر، اینها قدر و قیمت نداشتند. در تفهیم القرآن که صاحب او ابو اعلی مودودی هست میگوید که یک روز پیغمبری خدا در مسجد نشسته بودند، در مسجد نشسته بودند. به ناگاه یک مرد از همان زمانهای جاهلیت پیش از اسلامی نزد پیغمبر آمدند و گفتند پیغمبری خدا، یک سوال بر تو دارم. گفت چی سوال داری؟ گفت من زمانهایی که از اسلام درک نداشتم یک دختری داشتم، تخمین 4 سال بود یا 5 سال بود، با من بسیار انس گرفته بود. هر جایی که می رفتم همراه من می رفت و هر کاری که می گفتم برای من یاردم می داد و برای خود این بودن دختر را در خانه عار می دانستم، ننگ می دانستم و مجبور شدم که این دختر را نابود کنم و او را باری می گوید فریب دادم. گفتم ای دختر، گفتم بیرون از کشلاق تماشا می رویم. میگه این دختری من که بر من انس گرفته بود و دائم پیوسته که با ما بود، میگه با من راضی شد. ما از دستش گرفتم، میگه رفتم. وقتی به نزد چاه رسیدم، یک چاهی بود، میگه خیلی چقور بود و این دختر را فریاد زدم نزد من بیا، من بر تو یک شیرینی میدهم. وقتی این دختر میگه با یک چهره خندان نزد من دویده آمد، من وای از دستش برداشتم و در همون چاه پرتافتم. پیغمبر وقتی شنیدن پرتافتن این دختر را شنید، میگوید چنان گریه کرد که حتی میگوید این ریش کلان پیغمبری خدا از آب دیده تر شد. صحابه ها بعد جانب این مرد چی گفتن؟ گفتن پیغمبری خدا را غمگین کردی. این چه حکایه بود که برای پیغمبری خدا خبر دادی؟ پیغمبر گفتن که پیش راهی او را نگیرید، گویا که تا آخر وی حکایت کند. بعدن چی شد؟ وقتی تو وی را در چاه پرتافتی، بعد چاه پرتافتن چه حالت رخ داد؟ این مرد گفت پیغمبری خدا فقط همین قدر شنیدم، پدرجان این چه حالت بود؟ پدرجان این چه حالت بود؟ این سخن از زبان همان دخترم شنیدم، دیگر چیزی از زبان اون نشنیدم.
نمیدانم حال وی دیگر چی شد. این کودک ها به ای ذنب قتلت، روز قیامت از همین پدرها و از همین مادرها میپرسیدند. حتی پیغمبر خدا میگوید چنگ در سینه های مادر میزده است و میگفت از بهر چی مرا قتل کردی؟ آیا من چی گناه داشتم در دنیا؟ این است زنهای دورای پیش از اسلام، دوره های پیش از آنه که پیغمبر شما و شما مبعوثی به پیغمبری شدند. حال زنها چگونه بود؟ وقتی اسلام آمد نظر می اندازیم اسلام به زنها چی داد. خدا در قرآن می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و عاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظیم. در قرآن یک سوره مخصوصی هست به نام نساء، به نام زنها. قریب 187 آیت است، 187 جمله هست که از تمام زندگی زنها خدای مهربان به ما و شما خبر میدهد. خدا در این آیت چی میگوید؟ ببینید قدر زنها را در اسلام. و عاشرهن بالمعروف، خطاب به همه ما و شما مردها میکند خدا. ای مردها در زندگی با زنها نیک باشین، خوب باشین، معامله نیک کنین. در زندگی وقتی که شما زن در نکاح خود در آوردین، خداوند میگوید با آنها معامله خوب کنید، با آنها زندگی نیک را انجام دهید. فاین کریهتموهن، بین در دوام خدا چی میگوید؟ اگر مبادایی که شما این زنها را دوست نداشتید، این زنها وقتی که برای شما پسند نباشد، ممکن از روی جمال، ممکن از روی خصلت، ممکن از روی رفتار اگر به شما معقول نباشند، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ای بنده من، خدا میگه هوشیار باش. اگرچه همین زن به تو معقول نیست، اگرچه شکل همین به تو معقول نیست، گفتارش به تو معقول نیست، شاید که در آن چیزی که خدا میگوید برای شما پسند نباشد، برای خدای شما پسند باشد. شاید که همین زنی که خوب صورت نیست، خوب رفتار نیست، شاید که همین زن برای شما فرزندهای بهترین تولد کند. شاید که تو این طلاق دهی، تو این از نزد خود دور کنی، یک زنی زیبا صورت بیاری، یک زنی زیبا رفتار بیاری، لکن ممکن که مثل این خدا میگوید با تو فرزندهای خوب تولد نکند. در آن چیزی که شما بد میبینین، شاید خدای شما و نقص بیند. این خدای مهربان به سوی بندگان، به سوی مردها مراجعت دارد. پیغمبر خدا هم چی میگوید؟ لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخره. این حدیث ابو داود است. پیغمبر خدا گفتند ای مردها، وقتی که از زنها شما اگر گفتاری ناخوب میشنوید، یا در معامله زندگیتان جنجال میکنید، یا اینکه یگان دشنام برای تو میدهد، یا اینکه از خانه قهر کرده میرود، لا یفرق، پیغمبر گفتند تو غمگین نشو، تو خشمگین نشو، در طلاق کردن شتاب نکن، رضی منها آخر، شاید که فعل دیگری زن تو را راضی کنه. شاید که وی قهر کرد رفت، باز شما می توانین با طریق مصلحت، با طریق نصیحت او را به خانه خود بیارید و بعد این مصلحت ها و بعد این نصیحت ها باز فعل های پیدا کند که از این فعل هاش شما راضی شوید. این از توصیه خداوند، این از توصیه اسلام، این از توصیه پیغمبری خدا. حتی خداوند در سوره بقره به ما و شما میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن. من قدر زنها را بینید. خدا میگوید ای مردها آگاه باشین که زنها لباسی شما هستند و انتم لباس لهن، و شما لباس اونها هستید.
چگونه که لباس به انسان یک آمیزش دارد، چگونه که مرد به لباس پیوستگی دارد، خدا میگوید که انا همین زنها لباس شما هستند و شما باشید لباس زنها هستین. این است قدر زن در اسلام. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، سوره نساء میگوید. و صاحب بالجنب، خدا میگوید با جنب خود، یعنی در پهلوی خود بودگی زن، مقصد از این زن است، با زنهای خود نیکویی کنید. سپارش های خداوند برای مردها این است که با زنها دغلانه زندگی نکنید، با زنها دغلانه رفتار نکنید، زنها را زیر لت و قب قرار ندهید، بلکه با آنها زندگی خوشبختانه را از سر گذرانید، آنها را دوست دارید، آنها را نوازش کنید. پیغمبر خدا میگوید بین دوره جاهلیت دخترها را زنده به زنده در گور می انداختند. وقتی پیغمبر خدا به دنیا آمدن چی گفتند؟ من کانت له انثى، اگر کدام مرد یا کدام زن صاحب دختر می شود، یعنی در خانه خبر میتن که ای فلانی آگاه باش که امروز زنی تو دختر تولد کرد، در این شنیدن دختر باید که مادر و پدر چنان خرسند شوند، زیرا که این بهترین نعمت از خدا در قرآن میگوید. بهترین نعمت بودن فرزند، چی فرزند دختر باشد چی بچه باشد، شما از مردم بی فرزند میفهمید. مرد و زنی که فرزند ندارند برای به دست آوردن فرزند تمام طبیب های روی دنیا را دور گشتند، با تمام مملکت ها قدم زدند تا که اونها فرزند بیابند. شما قدر این دختر و این بچه را از آنها پرسین، اونها برای شما بیان میکنند. با شنیدن دختر چگونه ای که امروز بعضی از جوانهای ما و شما غمگین میشوند. به خدا قسم تو در نزد خدا بدبخت میشوی، تو گناهگار میشوی. این نعمتی هست که خدا بهر تو داده است. پیغمبر گوش انداز چی میگوید؟ من کان له انثى، اگر کدام مردی که صاحب دختر شد، فلم یعدها ولم یهنها ولم یؤثر ولده علیها ادخله الله الجنه. بین این بشارت پیغمبر خداست. کدام مردی که صاحب دختر می شود و این دختر را پیغمبر خدا گفت زنده به زنده برده در گور نمی کند، یا این از روی که ننگ باشد عار باشد وی را به هلاکت نرساند، ولم یهنها، یا این که این دختر را در خانه تحقیر نکند، دائم لط و کوب نکند، ولم یؤثر ولده علیها. پیغمبر میگوید اگر بچه را از دخترش بالاتر نشمارد، ادخله الله الجنه، قسم به عظمتی خداوند که این مرد و این زن وارد جنت میشوند. در خانه اگر دختری تو برابری بچه تو اگر قدر داشته باشد، در بعضی خاندان دختر از بچه قدرش پست است. پیغمبر خدا گفت که اگر قدری وی در خانه ای که پست نباشد و وی را زنده به زنده گور نکنند، وی را در خانه تحقیر نکنند، این مرد و این زن وارد جنت می شوند. در دیگر حدیث پیغمبر خدا می گوید من عال جاریتین حتی تبلغا. پیغمبر می گوید کسی که اگر دو دختر داشته باشد و این دو دختر را تربیه کند، تربیه خوب اسلامی کند، یعنی اینها را در داخل گفته های خداوند تربیه کند، حتی تبلغا، تا وقتی که این دخترها به وایه میرسند، جاء یوم القیامت انا و هو کهاتین و ضم اصابعه. پیغمبر خدا گفت کسی که اگر دو دختر را تربیه اسلامی میکند، تربیه نیک میکند، تا که فردا باز در یک جوان خدمتگار شود، در اسلامش خدمتگار شود، روز قیامت این پدر و این مادر چگونه می آیند گفت پیغمبر انا و هو کهاتین، همین دو انگشت من دیدین گفت پیغمبر
چگونه نزدیک هستند؟ من و پدر و مادر این دخترها روز قیامت یک جایه هستیم. و ضم اصابعه، پیغمبر میگوید باز انگشت‌هاش جمع کردن گفتن انا همچنان نزدیک هستیم. اگر کسی دو دختری خود در خانه تربیه خوب میکند، تربیه نیک میکند، دخترها را دوست میدارد، زن دوست میدارد، روز قیامت این چنین معامله من بهر او انجام میدهم. شما مقایسه کنین که زنهای دوره جاهلیت قدرش بینین و زنهایی که در دوره پیغمبر ما و شما، زنهایی که بعد اسلام، بعد آمدن قانون چه حقوقها را اینها صاحب شدند. روز پیغمبر خدا یک حدیثی هست که حدیث مسلم است. پیغمبر خدا گفتند لا تضربوا اماء الله. ای مردها، خطاب به سوی مردهاست، شما کنیزکان خدا را نزنید. اماء الله اشاره به سوی زنهاست، شما زنها را نزنید. گفت پیغمبر. اماء الله را محدثا میگویند که در همین لفظ اماء الله پیغمبر زنها را کنیزکان خدا خواند. گفت کنیزکان خدا را نزنید. فجاء عمر رضی الله عنه الى رسول الله صلی الله علیه و سلم و قال یا رسول الله زائرنا النساء على ازواجهن فرخص فی ضربهن. میگوید یک روز بعد آن که پیغمبر سفارش داد که مردها زنها را لط و کوب نکنید، اینها کنیزکان خدا هستند، مردها دیگر زنها را نزدند، زنها را نوازش میکردند. بناگاه روز حضرت عمر پیش پیغمبر خدا آمد و گفت پیغمبر خدا، این زنها از روزی که ما اینها را آداب نمیدهیم، اینها را نمیزنیم، بالای مردها دلیر شدند، مردها را دیگر گوش نمی کنند. زائرن النساء، زائرن به معنای دلیر شدند. فرخص رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ضربهن. پیغمبر وقتی این شنیدن غمگین شدند، گفتند نخواد که زنها شوهرها را به حرمتی کرده باشند، نخواد که من اونها را رخصت دادم که اینها را نزنند، اینها بازم این باز مردها را به احترامی کنند. از این خاطر پیغمبر نزد عمر گفت اونها را برای آنه که آداب گیرند و شما را احترام کنند زنیدشان گفتند. لیکن چگونه زنید؟ چگونه زنید؟ واضربوهن ضربا غیر مبرح. این دیگر حدیث است، این دوام این حدیث نیست. پیغمبر گفتن واضربوهن ضربا غیر مبرح. غیر مبرح معنای این دارد که نه چندان سخته، یعنی زنها را برای آداب، برای احترام شما، اگر مبادای اونها گردن کشی کردن، اونها شما را احترام نکردن، برای آداب چنان زنید نه چندان سخته. حتی در بعض روایت ها میگوید که پیغمبر خدا گفتند با همین دست ها در جای ملایمی زن، یعنی در دنبه وی زنید. بین اینم یک غمخواری اسلام است، اینم یکی از حقوق زن هاست. وقتی که مردها زدن پیش گرفتند، پیغمبر خدا در دوام حدیث میگوید فاطاف بآل محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن. بین وقتی که مردها زدن پیشه کردن،
در حال همه زنها خیستند و به خاندان پیغمبر آمدند، به خاندان زنهای پیغمبر آمدند. میگه نساء کثیر، زنهای بسیار جمع شدند. یشکون ازواجهن، آمدن شکایت از شوهرها کردند. آمدن نزد زنهای پیغمبر گفتند پیغمبر خدا رخصت داد برای زدن. امروز مردها از آن حدی که پیغمبر گفته است از او گذرانیدند. ما نزد پیغمبر بهر شکایت آمدیم. وقتی زنهای پیغمبر این شکایت زنها را به گوش پیغمبر رسانیدند، پیغمبر خدا چی گفتند؟ فقط اطاف بآل بیت محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن لیس اولئک بخیارکم. ببین پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند من گوش به آواز شدم، من درکدار شدم. ای مردها، با مردها را جمع کرد پیغمبر. ای مردها گفت زنهای امت اسلام شکایت دارند که شما آنها را میزنید، از حدی مقرر شده گذرانیدید. آنها تا حد آمدن که بر من شکایت کردند و گفتند پیغمبر اولئک لیس بخیارکم، کدام زنی که از شوهر خود شکایت میکند، از زدن شوهر خود شکایت کند، همون مرد گفت پیغمبر بهترین شما به حساب نمی رود. اون مرد را گفت من مرد اساسی نمی شمارم وقتی که زنی او از زدن شوهر شکایت کند. این معنای چی را دارد؟ معنای او را دارد که حقوق زنها در اسلام چی بلندی هست. پیغمبر میگوید خیرکم خیرکم لاهلی و انا خیرکم لاهلی. ای جوانهای عزیز، پیغمبر میگوید ای مردهای عزیز، پیغمبر به ما و شما راجعت دارد. خیرکم خیرکم لاهلی، بهترین شما کسی هست که با زنهای خود معامله نیک دارد. و انا خیرکم لاهلی، من با زنهای خود معامله خوب دارم. زنهای من از من راضی هستند، زنهای من دوست می‌دارند. باید شما هم گفت پیغمبر کار کنید که بهترین مرد باشید، با زنهای خود معامله خوب داشته باشید. این است حقوق زنها. باید که هر یک مرد حقوق زنها را پایمال نکند. آن چیزی که خدا که از آیت ها برای شما خواندم و آن حدیث هایی که برای شما شنوانیدم، باید که با این حقوق های زنها ما و شما عمل کننده باشیم. باید سخن خدا و سخن پیغمبر خدا در نزد ما و شما قدر داشته باشد، قیمت داشته باشد. حتی پیغمبر میگوید النساء شقائق الرجال، این زنهایی که شما در نکاح خود دارید فراموش نکنید که اینها پاره از شما هستند. یعنی اینها را خداوند از مرد آفرید. حتی حدیثی هست که پیغمبر میگوید استوصوا بالنساء خیرا، همه شما را ای مردها نصیحت میکنم اینکه با زنها نیکویی کنید. فإن المرأة خلقت من ضلع، زیرا این که زنها از قبرغه چپ شما خدا آفرید. جان در قرآن میگوید وقتی که حضرت آدم خدا آفرید و او را خواب برد، وقتی خوابش برد از قبرغه چپ او خداوند یک تکه قبرغه را گرفت و این زن را مام حوا را آفرید. و پدر ما و شما حضرت آدم از دیدن مام حوا خوشنود شدند و آرام گرفتند در جنت. یعنی اینها گفت پیغمبر خدا از همان قبرغه چپ مردها خدا آفرید. جان و این اعوج ما فی ضلعی اعلاه، پیغمبر در دام حدیث گفتند به درستی این که کجترین قبرغه های بالا هست. برای چی گفتن پیغمبر؟ برای چی گفتن که قبرغه بالا
چند قدر کجیش زیاد است. زیرا اینکه رسول الله میگوید فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر شما بخواهید که این قبرغه ها را راست کنید میشکنند. و این ترکته لم یزل اعوج، اگر به حال خودشان گذاریشان همون خیل کج میمانند. فاستوصوا بالنساء، با زنها نیکویی کنید. یعنی مقصد پیغمبر این است که زنها از قبرغه چپ هستند و اینها بسیار کج هستند. اگر شما خواهید که این کجی را راست کنید فقط میتوانید که طلاقشان دهید و الا دیگر اینها راست نمیشود. فقط پیغمبر گفتن فداروا بها و تعیشوا بها، مدارا کنین، زندگی کنین. زیرا اینها از چنین متریال خدا اینها را آفریده است که اینها را راست کردن نمیشود. فقط اینها قطعی میتوانید شما معامله خوب کنین، گفتاری خوب کنین، چگونه که سرور ما و شما پیغمبری خدا انجام دادن. این است یک قسم از حقوق زنها بالای شوهرها. و البته اینجا قسم زیاد حدیث ها و بعضی از قصه ها باقی ماندن و انشاءالله جمعه آینده باز در باب همین حقوق زنها بالای شوهرها چه حق ها دارند و شما صحبت میکنیم و خدا خواسته باشد بعد جمعه های آیندهش حق شوهرها را بالای زنها هم بهر شما صحبت میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند و مراد و مطلب های ما و شما را خدای مهربان حاصل بگرداند و برای هر یک مرد مسلمان خدای مهربان زن مسلمان را نصیب بگرداند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یک جایه با شما دعا میکنیم و بعد دعا خدا خواسته باشد موعظه امروزه را آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر ونعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من الذلة والقلة. پروردگارا به سوی تو پناه طلب میکنیم از عملهای کفر و از کافر شدن و خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم از فقر، از ناداری، از نارسایی و خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم از خواری دنیا و از خواری آخرت. و خدایا گذشتگان این جمعیت ما را رحمت و مغفرت بگردان. خدایا بیماری های این جمعیت ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. خدای مهربان مسافرهای این جمعیت ما را، این شهر ما را، این تاجیکستان ما را خدایا صحت و سلامت نگه بدار و به خاندانشان با مقصودهای حاصل شده بر بگردان. و خدایا در دل این جمعیت ما، در دل خانواده این جمعیت ما محبت خودت را، محبت پیغمبرت را، محبت قرآن و اسلام را خدایا جایگیر بگردان. و خدایا امت اسلام را در روی دنیا عددش را خدایا باز هم زیادتر بگردان و دین اسلام را پروردگارا بالای همه دینهای جهانی غالب و استوار نگه بدار. ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین
موعظه ما و شما درباره حقوق زنان در اسلام بود یا حقوق زنان بالای شوهران بود، چه حقها داشتند. و البته این موعظه را ما و شما به انجام رسانده نتوانستیم و خواستم که باز این جمعه هم در باب حقوق زنان در اسلام با شما صحبت کنم. پیش از آنی که صحبت را آغاز میکنم البته یک اعلان به سمع شما میرسانم که امروزها هوا گرم است و گرم شده ایستاده است و از همه شما خواهش میکنم که سنت روز جمعه همین است که باید که ما و شما با بدنهای شسته به نماز جمعه بیاییم. یعنی آبازی کردن در روز جمعه این خود سنت است. اگر کسی دیروز برای نماز جمعه غسل کرده باشد، غسل وی از روز جمعه حساب نمی شود. یعنی همین روز از صبح تا نماز جمعه اگر کدام شخصی که غسل میکند برای نماز جمعه، این از سنت پیغمبر خدا و حساب می رود. و پیغمبر خدا گفتند هر کسی که در روز جمعه غسل میکند برای نماز جمعه، خداوند گناههای او را مغفرت می‌گرداند. برای یک آنی که بدنهای ما و شما شسته می شود، بدنهای ما و شما پاکیزه می شود، خداوند با این عملی نیکی ما و شما گناههای ما و شما را مغفرت می‌کرده است. و دیگر این که روز جمعه چگونه ای که یک توده مردم جمع می شویم و داخل مسجد گرم می شود، وقتی اگر بدنهای ما و شما شسته باشد، عطرناک کردگی باشد، از بدن ما و شما بوی بد دیگر نمی براید. لیکن اگر بدنهای ما و شما ناشسته باشد، باز بزم این اگر عرق در بدن ما و شما پیدا شود، البته نفری در پهلوی ما بدگی از بوی بد ما و شما آزار می یابد. از این خاطر در روز جمعه باز تاکید میکنم که بهترین لباس در بر کنیم. بهترین لباسی که در خانه دارین، اگر بهترین هم نباشد باید شسته کنیم، دستمال کنیم و هم در یکی از لباس های بهترین به حساب می رود. و یک برادر از ما خواهش کردند که یک شعر ایجاد کرده بوده است، در همین جمعه این شعر را ما خوانیم. البته این شعر خاصه باز همین موعظه ما و شماست. از این خاطر میخواهم که آغاز این صحبت از این ایجادیات شاعر آغاز کنیم و بعدا انشاءالله صحبت دوام میدیم. گوش کن ای دوست من با طرب، شرح از احوال زنان عرب. در عرب پیش از ظهور مصطفی، بر زنان می شد بس ظلم و جفا. بود پیش از حضرت خاتم المآب، در عرب جان زنان اندر عذاب. جان زن در معرض آفات بود، بلکه زن در حکم حیوانات بود. دختر می شد از بهر کسی، زین مصیبت می زد اندر سر بسی. تا 40 روز آن عرب در اندرون، از خجالت سر نمی آورد برون. این همون قصه هایی که جمعه پیشین از تاریخ دوره جاهلیت عرب، از دوره هایی که پیش از اسلام حال زنان چگونه بود و شما خواندیم. این در مصرع های شعری البته در آوردگی هست
تا که از لطف الهی شد عیان طلعت پیغمبری آخر زمان. مکه را از روی خود پر نور کرد، از عربها این صفتها دور کرد. گفت حکم الله این است ای کرام، باید زنان را نماید احترام. این زنان خوشبوی چون ریحانه اند، این زنان شمع و چراغ خانه اند. زن اگر موجود در عالم نبود، در زمان یک نفر آدم نبود. دختران را دوست دارید از وفا، سلمه وارد نیارید از جفا. هر که از خود دخترش را شاد کرد، خانه خود در بهشت آباد کرد. هر زن دارد تقاضای حقوق، دختران را هستند دارای حقوق. من ز دنیا دوست دارم سه چیز، عطر و نماز و زنانی با تمیز. هست جانم زیر پای مادران، جان فرزندان فدای مادران. هر کی نیکویی نماید با عیال، یابد اندر نزد حق رزقی حلال. ای زنان و دختران شادی کنید، همچو سروی سوسن آزادی کنید. هست پیغمبر طرفداری شما، فاطمه نیز در بهشت یاری شما. دختران را مصطفی آزاد کرد، جمله زنهای عرب را شاد کرد. مرد و زن گویند تا یوم القیام، بر محمد مصطفی بادا سلام. یعنی چگونه ای که از مضمون این شعرها بیان می شود این که زنها تا دوره پیغمبر خدا البته در جفا بودند، در ظلم بودند، در عذاب بودند. از روزی که پیغمبر خدا مبعوث به پیغمبری شد، این زنها از این جفا و از این آزارها البته خلاص یافتند و حکم خدا نزد پیغمبر آمد که باید که زنها در حیات چگونه باشند. و الحمدلله که امروز چگونه ای که ما و شما آگاه شدیم چه حالت خوب زنان مسلمان را فرا گرفت. یعنی چه حقوقهای زیاد این زنها در دوره اسلام پیدا کردند. باید که تمام زنها شکرانه اسلام را کنند، شکرانه پیغمبر خدا را کنند، شکرانه قرآن را کنند که این گونه حقوقها را خداوند بر آنها روان کرد. پیغمبر خدا میگوید حبب الی من دنیاکم النساء والطیب و قرة عین فی الصلاة. پیغمبر خدا میفرماید ای امت اسلام، من از دنیای شما سه چیز را دوست می‌دارم. این حدیث صحیح پیغمبر است. این پیغمبر از دنیای شما میگوید، یعنی پیغمبر از این دنیا خود بیزار بودند، حتی دعا میکردن اللهم لا عیش الا عیش الاخره. خدایا این حیات دنیا، این عیش دنیا عیش نیست، این عیش دنیا لذت ندارد. خدایا برای من عیش آخرت را نصیب بگردان. میگفت از دنیای شما. امروز امتهای پیغمبر خدا چنگ به همین حیات زدن، چنگ به همین دنیای زدن، شیفته چنین دنیای شدن که پیغمبر از این دنیا بیزاری میکرد. امروز همین دنیا سبب شد برادران ما و شما در دکان بسته نمیتوانند تا که آمده نماز جمعه را ادا کنند. امروز همین حیات دنیا امت اسلام را به خود چنان جذب کرد، چنان با خود کشید که حتی که نماز نمیخواند، هیچ امرهای پروردگار را به جا نمی آورد. حالا که خدا در قرآن میگوید و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. خدا خبر میدهد، سوره حدید است،
ای بندگان من، ای فرزند انسان، حیات چیست؟ دنیا چیست؟ دنیا این است که به منزله یک متاعی که شما را مغرور می سازد. نه لایق بر غرور است و نه ارز اعتمادی ها. حضرت مولوی میگوید همین دنیا میگوید نه لایق بر غرور است و نه ارز اعتمادی ها. نمی ارزد به این حرفی که کس گوید به من داده است. حتی همین حرفی را که خدا مرا داده است، حتی همین دنیا به همین حرف هم نمی ارزد. میگن و ما هذه الحیات الدنیا الا اللهو واللعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو كانوا یعلمون. خداوند در دیگر سوره قرآن میگوید حیات دنیا این به منزله یک سرگرم کردن شما و به منزله یک بازیچه هست که طفل وی را بازی میکنه. مگر حیاتی که عیش دارد، لذت دارد، دائمی است، این حیات آخرت است. بازیچه است، طفل فریب، این متاع دهر. بازیچه است، طفل فریب، این متاع دهر. به عقل مردمان که بر آن مبتلا شوند. رسول اکرم گفتن از همین حیات شما من 3 چیز را دوست می دارم. بین این هم یکی از بلند بودن حقوق زن هاست که پیغمبر میگوید که اولین چیزی که من از دنیا دوست می دارم و احترامش میکنم النساء، این زن هاست. زنها را دوست می دارم، زنها را احترام میکنم، زنها را نوازش میکنم. در زمانه های پیش از پیغمبر زن دوست نمی داشت، مرد زن را دوست نمی داشت، زیرا وی به حیث شخصیت شناخته نمی شد. وی در حکم حیوان بود. و دوم چیزی که از دنیا من دوست می دارم، گفت پیغمبر، و طیب، این خوشبویی است. دوست می دارم که بدن امت من بوی خوش کند، بوی عطر کند. اینم پیغمبر گفتن دوست می دارم. و سوم چیزی که من دوست می دارم، پیغمبر گفتن این نماز است. دوست می دارم که دائم با نماز باشم. هر مهماتی که پیش من آید جای نماز را پرتایم و از خدای خود آن مهمات را حل نمایم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حقهن علیکم ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن و طعامهن ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا فی البیت. پیغمبر خدا فرمودند من بر شما ای مردهای امت حقهای را که زنها بالای شما دارند خبر میدهم. زنها بالای شما 5 حق دارند. یعنی هر یک مرد وظیفه دار است که این 5 حق را اجرا کند. اینا چیا هستند؟ پیغمبر گفتند ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن. یکم حقی که بالای شماست این است که وقتی که برای خود لباس میخری باید برای همسر خود لباس خری. وقتی بدن خودت زیبا میکنی از لباس، باید که بدن زنی تو هم از لباس زیبا باشد. یعنی یکم حقوق مرد همین است که بدن زن را باید از لباسش تأمین کند. و دوم و طعامهن. دوم باید که زنها از طعام برخوردار باشند. یعنی وقتی که اگر شکم بی مرد
وقتی که از طعام سیر باشد یا مرد در جای طعام میخورد باید که فکر عیال خودم داشته باشد، باید که خاندان او هم از طعام تأمین باشد. دوم حقی که بالای مرد هاست این است که باید که زنها از طعام هم برخوردار باشند، لباس هاشون پوشیده باشد، شکم های زنها باید که از طعام سیر باشند. سوم وظیفه که بر ذمه مرد هاست ولا تضرب الوجه. پیغمبر گفتند وقتی که شما زنها را آداب میدهید باید که در چهره زنها شما نزنید. چهره زنها را باید که شما سیاه و کبود نکنید. چگونه ای که جمعه پیشین برای شما خبر دادم که پیغمبر در حدیث های صحیح گفتند که یکی زدن در جای ملایمی زن باشد و آلات هایی که زن را زده می شود این باید که مسواک چوب باشد یا اینکه دستمال باشد و دستمالش همین لطه هایی که ما و شما دست های خودم بعد طعام پاکیزه میکنیم، تازه میکنیم. گفتن زنها باید که به همینها زده شود. وضربهن ضربا غیر مبرح، یعنی چنان زنید که زنها را چنان آداب دهید که نه چندان سختی باشد. این لفظ پیغمبری خدا هست. انا سوم گفتم پیغمبر شما مردها حقوق ندارین که در چهره زنها زنید. و چهارم ولا تقبیح، شما حق ندارید که زنها را دشنام های قبیح دید. این زنها را چگونه که امروز مردها خیلی دشنام های قبیح میدهند که نه پدری او میماند، نه مادری او میماند، نه اولاد او میماند. البته حالت غضب است، گاه می شود که این مردها غضبناک می شوند از حساب رفتارهای نادرست زنها، لیکن به هر حال این وظیفه مرد است و امر پیغمبر است که باید که مرد خودداری کند. مرد باید خودش را اداره کند. یعنی دشنام دادن مادری او، پدری او یا اولاد او بر مرد هیچ نتیجه نمی آورد، هیچ فایده هم ندارد، بلکه در این دشنام دهنده گناهکار می شود. این چهارم حقوقی که زنها بالای مردها دارند این است. پنجم پیغمبر گفتند ولا تهجر الا فی البیت، یعنی وقتی که اگر زنهای شما با شما ملال شدند، زنهای شما با شما قهری شدند، حالان که این زنها حق ندارند که با مردها ملال ایستند یا با مردها قهری ایستند، زیرا که هر ثانیه و هر ساعتی که زنها با مردها قهری می شوند در لعنت خدا گرفتار می شوند، در لعنت ملائکه گرفتار می شوند و اونها با همه درد، با همه بلا این زنها بعداً مبتلا می شوند. یعنی هر وقتایی که زنها اگر مبادا با یک جنجال از مردها ملال شدند یا قهری ایستادند، در حال خوش به حال همون زنی که بخشش طلب میکند و حیات خود باز مثل اولش شیرین میگردند. رسول اکرم گفت وقتی که اگر مبادا در بین شما اگر قهرگی پیدا شد یا اینکه شما خواهید که زنها را یک آداب دهید، یک تعلیم دهید، شما جایگاه خواب را از پهلوی زن جدا کنید. الا فی البیت، لیکن در همون خانه که زن خواب است در همون خانه جایگاه خواب جدا کن. تو دیگر خانه و یا که از حولی بیرون نشو، زن در خانه تنها بگذار، بلکه همون خانه که شما خواب بودین برای آداب دادن زنها، یعنی برای آنکه زنها بفهمند که مرد از او ملال است، برای آنه که این عملی من، یعنی زن باید که این در خیالش گذراند وقتی که مرد جایگاه خواب از او جدا میکند، یعنی گذراند که من یعنی کاری ناشایسته کردم که ملال شوهر من شد و او از پهلوی من جدا شد. باید که در همون خانه که زن خواب است، در همون خانه پیغمبر گفتند باید که مرد
جاگه خوابش را جدا کند. این است حق‌هایی که 5 حقی که زنها بالای مردها دارند. البته چگونه ای که مردها بالای زنها حقوقها دارند و خیلی مرتبات بلند دارند، نگاه میکنیم که زنها هم بالای مردها باز حقوقها داشتند. و حتی اگر ما و شما نظر کنیم دیگر فضیلت های زنها این بود که چگونه ای که مردها در جهاد با پیغمبر خدا اشتراک داشتند، زنها هم در جهاد اشتراک داشتند. یعنی چگونه مردها در دست شمشیر می گرفتند برای دفاع اسلام، برای دفاع قرآن، برای پیغمبر خدا را محافظت کردن، زنها هم در دست شمشیر داشتند و در پهلوی پیغمبر خدا با این یهودی ها می جنگیدند. حتی که گروه زنهای در یکی از جنگ ها برای اشتراک کردن حاضر شدند. پیغمبر خدا میگوید حتی با این زنها خطاب کرد چرا شما با این جهاد آمده اشتراک کردین؟ این زنها گفتن پیغمبر خدا ما می توانیم که اگر مجاهدی که زخمی می شود وی را طبابت کنیم، می توانیم که از معرکه جنگ مردی زخمی را آورده در یک جای بی آزار و یک جای آرام آورده گذاریم. ما می توانیم که از آب این مجاهدها را تأمین کنیم. ما می توانیم برای مجاهدها خوراک بپزیم. پیغمبر خدا برای ما رخصت ده. پیغمبر و این زنها رخصت دادند. حتی حضرت انس میگوید در جنگ احد که مسلمان ها در این جنگ شکست خوردگی هستند، برای سخن پیغمبر خدا را که مجاهدها شکستند و آن جانبی را که پیغمبر خدا گو حمایه کنین که از این طرف خوف است، شاید از این جانب اینها هجوم کنند، سخن پیغمبر خدا را وقتی شکستند، یهودی ها از همون جانب به مسلمان ها هجوم کردند و در همین جنگ احد مسلمان ها شکست خوردگی هستند که 70 صحابه پیغمبر با سرداری حضرت امیر حمزه در اینجا به هلاکت رسیدگی هستند. حضرت انس میگوید من با چشم خود دیدم که در همین جنگ احد حضرت عایشه دختر ابوبکر صدیق زن پیغمبر خدا با همراهی ام سلیم در میان خود مشکهای آب میبستند و آورده در دست مجاهدان میدادند و آنها به حلق خود میریختند. یعنی این گونه یاردم ها زنهای مسلمان در دوره های پیغمبر خدا میکردند. رسول اکرم میگوید که من در جنگ احد وقتی به طرف راست نگاه میکردم یا به طرف چپ نگاه میکردم، ام عماره را میدیدم که در دست خود شمشیر داشت. این زن بود. ام سعد میگوید من در شانه همین ام عماره یک زخم چقوری را دیدم و از او پرسیدم این زخم از کجا پیدا شد؟ گفت در جنگ احد وقتی اطراف پیغمبر خدا خالی ماند و ابن قیمه که خدا او را خار و ذلیل کند خواست هجوم به پیغمبر کند، من با همراهی حضرت مصعب ابن عمیر هجوم بالای ابن قیمه کردیم و از بس که وی 2 زیره داشت و شمشیر ما با او کار نمیکرد و یک شمشیر در شانه من زد و این زخم چقور از ضرب شمشیر همون بدبخت است. و رسول اکرم پیوسته ام عماره را تعریف میکردند. بار میگوید در دوره های خلافت حضرت عمر یک چادر کلانه که خیلی قیمت کلان داشت و یا روی مال کلان بود وقتی آوردن و به حضرت عمر گفتند این را برای کیلون خود ببر، یعنی به زن حضرت عبدالله. حضرت عمر گفتند من یک زن را میدانم که پیغمبر خدا دائم و تعریف میکرد، توصیف میکرد، این ام عماره هست، این روی مال گو حقی او هست. یعنی برده به همین ام عماره روی مال را تسلیم کردند. یعنی از روی این حکایه ها هم معلوم شد که زنها هم در دوره های پیغمبر خدا در جهادها اشتراک میکردند. این هم فضیلت
زنهای دوره پیغمبر و این بلند مرتبگی زنهای حاضره ما و شما مسلمان ها را نشان می‌دهد. حتی رسول اکرم میگوید اللهم انی احرج حق ضعیفین الیتیم والمرأه. خدای مهربان، من گناهگار میشمارم، گفت من گناهگار میشمارم شخصانی را که حق دو ضعیف را پایمال میکنند، یکی حق یتیم را، دوم حق زنها را. کسی اگر حق زنها را یا حق یتیم ها را اگر پایمال کند، پیغمبر خدا گفتند اللهم انی احرج، من گناهگار میشمارم او را. و دیگر مسئله ای که در دوره های جاهلیت یعنی پایمال کردن حقوق زنها بود، این طلاق بود. طلاق در دوره های جاهلیت اهمیتش این بود که وقتی که اگر یک کار عادی ترین که زن انجام میداد، یعنی اگر در او شوهر ناراضی میشد، گفته ای مرد که یعنی لفظ طلاق استفاده نکرده، خود زن طلاق میشد. این دیگر طلاق در دست مرد نبود. وقتی همین زن عادی ترین جنایتی را که اگر انجام میداد یا عادی ترین عملی که وی باعث طلاق دادن نبود، وی خود طلاق میشد. لیکن در زمانهایی که پیغمبر خدا آمد و خداوند این حکم طلاق که در دست مرد داد، باید که مردها یعنی مثل دوره جاهلیت طلاق را استفاده نکنند. یعنی افسوس که امروز چقدر سوالهای زیاد نزد ما هست و چقدر مراجعت‌های زیاد از طرف جوانها هست که همه اونها زنهای خود طلاق دادند و امروز میخواهند که باز فتوا یابند، باز میخواهند راه یابند که با این زنها زندگی کنند. البته طلاق حلال است. چگونه پیغمبر میگوید ابغض الحلال الی الله الطلاق. طلاق حلال است، لیکن بدترین حلال ها در نزد خدا به شمار می رود. از همه شما جوانای عزیز و از همه پدرهایی که در خانه صاحب کلین هستند مراجعت میکنم و خبر میدهم که باید که به طلاق دادن هیچگاه راه ندهند. تا حد امکان، تا تمام مصلحت و تمام شرایط ها را استفاده بردن، بعداً باز همون به دستور یگان داملا و یگان عالم مرحمت بعداً طلاق کند. و الا خیلی آدم باید که در مسئله طلاق باید با صبر باشد، شتاب نداشته باشد. زیرا بینه در حدیث های صحیح پیغمبر میگذرد که شیطان در بالای یک بحر کرسی خود میگذاشته است. همین شیطانی که امروز امت اسلام از راه حق بیرون کردگی هست، میگوید بالای بحر کرسی خود میگذاشته است و فرزندهای او در تمام دنیا پریشان هستند و هر کدام او می آمد از خبر می داده است. ای سردار، امروز من یک مرد مسلمان را وسواس کردم و او به زنا مبتلا شد. این سردار چی می گفته است؟ می گفته است نه آنقدر کاری بزرگی را انجام دادی. باز دیگری می آمد است ای سردار، امروز من یک نفری مسلمان را نگذاشتم که در نماز 5 وقته در نماز جماعت اشتراک کنند. سردار می گفته است نه آنقدر کار بزرگی را انجام دادی. دیگری می آمد است می گفته است ای سردار، من یک مرد را چنان وسواس کردم که بار هم نماز نمی خواند. سردار می گفته است نه آنقدر کاری بزرگی را انجام دادی. این کار سهل است، این کار آسان است. دیگرش می آمد است می گفته است ای سردار، امروز من یک بنده مسلمان را چنان وسواس کردم که
حتی دستی به قتل زد، یک برادر مسلمانش به قتل رسانید. این شیطان می گفته است نه آنقدر بزرگی را انجام دادی. یعنی از کار این، از این مراجعت، از این خبرها این سردار میگوید هیچگاه شاد نمی شده است، خرسندم نمی شده است. وقتی میگوید یک نفر دیگر می آمده است از فرزندهای شیطان، می گفته است این سردار امروز من یک جوان را چنان وسواس کردم، در خانه آنها چنان جنگ را مبتلا کردم که وی مرد عاقبت زن خود طلاق داد. میگوید این سردار از بالای کرسی میخیسته است و نزد این فرزند خود می آمده است و این فرزندی که این گونه عمل را انجام داده است وی را در آغوش می گرفته است، می گفته است خوش به حال تو که چنان یک کار بزرگی را انجام دادی، در این عملی تو عرش پروردگار جنبی. از یک طلاقی که تو در خانه این مسلمان برپا کردی، عرش پروردگار را تو در جنبش در آوردی. از طلاق عرش پروردگار می جنبد. خدای مهربان از این طلاق بی نهایت ناخشنود می شده است. البته سبب همه طلاق ها ما و شما می دانیم که جنجال هاست، بعضی نافهمی هایی که در خانه پیدا می شود عاقبتش طلاق است. لیکن شما فراموش نکنین شما پیرو پیغمبر خدا هستین. در خاندان پیغمبر خدا هم جنجال بود. قصه ها از حیات پیغمبر خدا میگذرد که بار پیغمبر خدا با همراهی عایشه چی جنجال کردند. چنان جنجال شدند که حتی که پیغمبر خدا مجبور شدند که خسوری خود یعنی حضرت ابوبکر را برای مصلحت دادن دختر در خانه خود حاضر کند و نفر روان کرد که ابوبکر را به نزد من دعوت کنید. وقتی ابوبکر آمد، عایشه صدیقه در یک گوشه خانه نشسته، پیغمبر خدا در یک گوشه خانه نشسته. وقتی ابوبکر در آمد و نزد اینها که نشست، پیغمبر گفت ای عایشه، گفت آیا سخن را تو آغاز میکنی یا من آغاز کنم؟ آیا شکایتی که داریم آیا تو آغاز میکنی یا من آغاز کنم؟ میگد عایشه چنان غضبناک بود، گفت بل تکلم انت ولا تقل الا حقا. ای محمد، گفت تو آغاز کن، لیکن وقتی که صحبت میکنی، وقتی که سخن میگویی، گپی راست بگو. بین پیغمبر خدا آیا گپی ناحق میگفتن؟ سخن پیغمبر خدا همش چی در حالت حزل، چی در حالت غضب، در همه حالت پیغمبر خدا سخن حق میگفتن. لیکن چنان خشم عایشه را فرا گرفته بود که گفت ای محمد، گفت وقتی سخن میگویی سخن راست بگو. از این سخن ابوبکر صدیق چنان میگه غضبناک شدند، خسته عایشه صدیقه را زیر لت کوب قرار دادند. محمد غزالی در کتابش میگوید که حتی از بینی عایشه خون سر کرد و دویده میگه از پشت پیغمبر خدا میگوید آغوش کرد. پیغمبر خدا گفتند لم ندعوک لهذا یا ابو بکر ولا اردنا منک هذا. ای ابو بکر، من تو را برای این فریاد نکردم که بینی عایشه را خون آلود کنی. من از تو این را درخواست من این نبود، بلکه درخواست من این بود که تو به او یک مصلحتی نیک دهی. در عائله پیغمبر خدا این گونه جنجال ها پیدا می شد. حتی چنان گاه ها میگد عایشه چنان غضبناک می شد که از غضب بسیار چی می گفت؟ ای محمد، تو گمان میکنی پیغمبر هستی؟ این گونه میگد صحبت ها از زبان عایشه صادر می شد. رسول اکرم میگوید اینی لعرف
غضبك من رضاك. ای عایشه من میدانم که تو کدام وقت غضبناک هستی و کدام وقت خوشحال هستی. کیف تعرفوه؟ عایشه گفتم پیغمبر چگونه تو میشناسی؟ کدام وقت تو میدانی که من غضبناک هستم و کدام وقت از تو راضی هستم؟ پیغمبر گفتن که اذا رضیتی قلتی لا و اله محمد صلی الله علیه وسلم و اذا غضبتی قلتی لا و اله ابراهیم علیه السلام. وقتی اگر گفت من غضب تو را از رضاگی تو با چنین تجربه فهمیدم، وقتی تو از من راضی باشی میگویی قسم به خدای محمد، لیکن وقتی از من ناراضی باشی یا غضبناک باشی میگویی که قسم به خدای حضرت ابراهیم علیه السلام، نام مرا نمیگیری. از این حکایه ها چی معلوم می شود؟ معلوم می شود که در حیات پیغمبر خدا هم، در بین زنهای پیغمبر خدا هم گاه وقت نافهمی ها پیدا می شد، یعنی از جانب زنها پیدا می شد. پیغمبر خدا هیچ عیب نداشتند. من برای شما جمعه پیشین خبر دادم که پیغمبر گفته بودند فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ. پیغمبر گفتند اینها از قبرغه چپ هستند، اینها از چنان اعضای هستند که اگر شما خواهید که راست شوند میشکنند و راست نمیشوند، و اگر به حال خودشان گذارید همچنان کج میمانند. فاستوصوا بالنساء، با زنها معامله خوب کنید. یعنی پیغمبر از اصل اینها ما و شما را خبر داده ایستاده است. باز چگونه بالای اینها ما و شما، یعنی غضب ما و شما با اینها هیچ تأثیر ندارد. باید که ما و شما مدارا کنیم، زندگی کنیم. باید که ما و شما با طلاق راه ندهیم. طلاق کردن این نشانه دلیری شما نیست، نشانه پهلوانی شما نیست، نشانه ایمانداری شما نیست. باید که در این حالتها ما و شما باید که با صبر باشیم، صبر را پیشه خود کنیم. حضرت عمر چنان غضب داشتند، چنان مرد بودند که حتی که تمام زنهای مسلمان از عمر میترسید، تمام مردهای مسلمان از عرب میترسید، از عمر میترسید. وقتی میگوید در زمانهای همین حضرت عمر، وقتی که یک مرد از زنی خود بسیار نالان بود، یعنی کدام زنی بود است که مرد بسیار دقت میداده است، غم میداده است، این مرد ناچار نزد حضرت عمر آمدند، خواستند که شکایت زنی خود پیش عمر کنند تا که حضرت عمر یگان چاره بینند. وقتی میگوید این مرد به خانه حضرت عمر در آمدن، نگاه کردن که حضرت عمر بالای یک بالین، بالای یک کرپچه نشسته است و زن او با آواز بلند، با صدای بلند و عمر داد زده ایستاده است. و حضرت عمر سکوت، خاموشی را پیشه خود کرده است. وقتی این جوان میگوید حال حضرت عمر را دیدن، در حال پس گشتند. گفتند مادامی که حال خلیفه که چنان باشد، پس نزد او شکایت من چی در کار؟ وقتی میگوید پس گشتند، حضرت عمر میگوید این جوان دیدن و فریاد زدن، گفتند نزد من بیا، حاجت داری؟ گفتند آن حاجتی که من داشتم، آن حالتی که بالای من بود، بالای شما هم همون حالت بوده است. از این خاطر یعنی من از شما دیگر هیچ حاجتی ندارم. و خواستن که از نزد حضرت عمر بیرون شوند. حضرت عمر چی گفتند؟ گفتند همین زنی میبینی که بالای من بلند آوازی دارد، همین زنی که بر سخن من گپگردانی دارد، این طباخة لطعامی، خبازة لخبزی، غسالة لثیابی، مرضعة لولدی و یسکن قلبی بسببها من الحرام. گفتن همین زن گفتن خوراکپز من است، طباخة لطعامی،
وقتی من بیرون میشوم پس میگردم میآیم که خوراک تیار است. غسالتون لثیابی، لباسهای چرکین من انا همین زن میشود، تازه میکند. مرضعتون لولدی، کودکهای مرا نگاه و بین میکند، کودکهای مرا شیر میدهد. و با سبب این زن قلب من از حرام تسکین مییابد. یعنی این زن سبب شده است و من دیگر بر حرام راه نمیدهم، با راه حرام نمیروم. از این خاطر با یک زبانی که این دارد با این من صبر میکنم. خدا گفته است ان الله مع صابرین، من همراه صبر کننده ها هستم. انشاءالله من بالای این زن غالب می آیم. یعنی بین توصیه حضرت عمر این بود. یعنی حضرت عمر می توانستند که در حالتی که خلافت در دستش بود، پادشاه بودند، می توانستند که با سبب یک گپگردانی این زن در حال زن طلاق دهند، لیکن طلاق ندادند، صبر کردند. قصه ای را برای شما چند جمعه پیش خبر داده بودم. یعنی مادامی باز موردش آمد تکرارش باز ثواب است. گفته بودیم که یک مرد یک زنی خیلی بدی داشت. من این حکایه ها را برای آن میارم که برادرای عزیز در هر یک عادی ترین کارها شما به طلاق راه ندهید. یعنی در حال با راه طلاق از زنها جدا نشوین، زیرا باز فردا شما پشیمان میشوید. یا فردا شما مثل این ممکن که اگر زنی خوبم که دریاب کنید، گفتی خداوند در قرآن چی میگوید؟ و عاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خدا میگوید شاید همین زنهایی که درشت زبان هستند، بد اخلاق هستند، شاید اینها برای شما فرزندهای خوب دهند، شاید از اینها شما فرزندهای سالم و صالح گیرید. و شاید اگر شما زنهای صاحب جمال بیارید، ممکن که مثل این میگد فرزندهای خوب برای شما ندهد. مرد بود میگد یک زنی خیلی بدکردار داشت و بسیار عذاب میکشید. رفیقهای او از حالت این رفیقشان درکدار شدند و یک جای مصلحت کردند که بر او مصلحت میدهیم تا که این زن را طلاق دهد، زیرا حالش خیلی خراب شده است، چهرهش زرد شده است. نزد این رفیقشان آمدند و گفتند، ای رفیق، گفتند ما درکدار شدیم که تو زنی ناخوب داشتی، ناخوب داری و تو را پیوسته دقت میدهد، عذاب میدهد. چی خوب میشود که از این عذاب با راه طلاق از او خلاص شوی. این مرد چی گفت؟ این مرد مادامی که ایمان کامل داشت و مسلمان بود، گفت این فکر شما هم در خیال من بود، لیکن مرا دو کار نگذاشت که این زن را من طلاق دهم. اول حدیث پیغمبر خدا را خواند. کدام مردی که پیغمبر خدا گفتند صبر علی سوء خلق زوجته اعطاه الله من الاجر مثل ما اعطی ایوب علی بلائه. پیغمبر خدا گفتند کدام مردی که اگر بر آزار زنش صبر کننده است، خداوند بر او اجر حضرت ایوب را چگونه که در بیماری کشیده بود، در بلا کشیده بود، خداوند بر این مرد نصیب می‌گرداند. حضرت ایوب 8 سال، با بعض روایت 18 سال با پشت در بالای ریگ خواب کردند، بیماری کشیدند. انا همون اجر را پیغمبر خدا گفت بر مرد خدا نصیب میکند که بر فعل بدی زنش صبر کننده است. این مرد گفت من این حدیث پیغمبر خدا را وقتی که خواندم نخواستم که این زن را طلاق دهم، خواستم که با سبب صبری که من دارم خداوند اون اجر حضرت ایوب را در نامه اعمال من کتابت کند. و دوم سببی که مرا نگذاشت که این زن را طلاق دهم، اگر چی زنی بدفعل است، اگر چی زنی بد اخلاق است، بد گفتار است، این است که وقتی این را من طلاق دهم، فردا یک مسلمان دیگر
این را در نکاح درآورد و وی مسلمان هم در عذاب گرفتار شود. یعنی اینم یک غمخواری یک برادر مسلمان را نشان میدهد. یعنی وقتی که ما و شما همون زن طلاق میدهیم باید که در خیال خود گذرانیم که این به خانه پدر میرود، به خانه مادر میرود، این در نزد برادر مادر و پدر دیگر قدر ندارد. امروز از حیاتی که در خاندان ما و شماست خودتان خلاصه کنید. وقتی که با 3 فرزند و 4 فرزند و یا شوهر وقتی طلاق میدهد وای در کجا دیگر سرپناه مییابد؟ در کجا وای قدر قیمت مییابد؟ فرزندهای او همه بی تربیه میشوند. دیگر این مادر مجبور میشود که راه زنا را پیش گیرد و برای فرزندها یگان قوت، یگان نان، یگان آب پیدا کند. یعنی چی یک مصیبت در خاندان اون زن پیدا میشود؟ امروز یک خیلی همین عقیده نادرستی در خاندانهای مردها یا در عقیده مردها پیدا شده است که اگر مرد زن را طلاق دهد یعنی بچه‌دار هیچ وقت هم دقت ندارد، با زن دیگر می‌یابد، زن دیگر میگیرد. لیکن این بسیار عقیده غلط است. چگونه که همان زن در خانه خود بی‌قدر است یا چقدر رنج عذابی میکشد، این مرد تصور کند که در هر یک رنج عذابی اون زن این مرد گناهکار است و در نزد خدا عاصی است. باید که هیچگاه شما با طلاق خود را از زنهای خود جدا نگردان. یعنی وقتی که در خاندان شما اگر جنگ میشود، جنجال میشود، میتوانید که شما یعنی با یک آدمهای خیرتمند و آدمهای با عقل مراجعت کنید تا که راههای خوبش را برای شما پیدا کنند تا که شما در نزد خداوند گناهکار نشوید. یعنی این است در باب حقوقهای زن، مالهای شوهرها. خدا خواسته باشد انشاءالله باز جمعه های آینده سوالهای خیلی زیاد نزد ما هست جواب میگردانیم و بعدا انشاءالله از حقوق شوهرها، بالای زنها که این شوهرها چه حقوق دارند باز باشند و سمت شما میرسانیم. اینجا چند سوالهای هست اونها را جواب میگردانیم انشاءالله بعدا. Jogue